کابی نمازی نان خوردن خیلی سخته، به حدی سخت است که اصلا باور کو که هوای سرد، گرما، سرما، خدمت فرض کنیم هزار تا مشکلات و بدبختی، منت خدمت فرض کنیم زحمت بکشی پول دور ندیه و راحت نتنی راه بری، راحت نتنی از خانه خود بری. ما چون از خانه رفته بیاد خیلی سخته. شب ساعت 4:30 پا میشم میام سر کار تا ساعت 2. اینم در 100 لحظه ترسه برو خانه مثل حبس، یعنی زندان دیگه. زندانی که مثلا یک وقتی زندانی های خود تفریح برمونه ما را داخل حیات اینا یک تفریح میکنه برمیگرده، ما هم همینجوریم، هیچ فرقی نمیکنه، فقط همون خانه هستیم و بیرون بورسه نمیتونیم. سخته دیگه نان خوردن، نان در آوردن، نان حلال واقعا باید زحمت بکشی، مفت گیر نمیاد، چیزی هیچی مفت گیر نمیاد. بالاخره فالو یادتون نره، حمایت کنید، چون اینجا که هستم هیچ کی نمانده، همه رفته، تنها مانده و سلام.